بحث نکن که تا زنده بمونی. همیشه میخوایی که حرفت رو به کرسی بنشونی. همیشه دنبال اینی که کسی رو قانع کنی. شاید نمیدونی ولی هر بار که وارد بحث و جدل میشی داری بدنت رو وارد جنگ بی پایان میکنی. دانشمندان نشان دادن که عصبانیت و استرس ناشی از بحث تقسیم سلولی میتوز به شدت بالا میره. بدن فکر میکنه که دشمن حمله کرده. شروع میکنه به ساختن سلول بیشتر برای دفاع. اما این سلول های اضافه که با عجله ساخته شدند همون بافت های اضافه هستن که بعدها بهش میگن سرطان. بله، این بحث های به ظاهر ساده همون بذر بیماری خطرناکه. یک مرد میان سال که اهل بحث و مجادله بود هر جا میرفت نظر میداد. دفاع میکرد، قانع میکرد. در کمتر از 1 سال دچار تومور در ناحیه گلو شد. پزشکش گفت صدات رفت. چون خیلی ازش استفاده کردی. نه برای عشق، برای جنگ. در مقابل پیرزنی بود مهربان که همیشه در مقابل دعواها لبخند میزد و میگفت خدا خودش قضاوت میکنه. تا سن 91 سالگی بدون حتی یک دونه قرص زندگی کرد. فقط چون بلد بود آرامش را انتخاب کند. هر بار که میخواهی خودت را اثبات کنی به یاد بیاور که بدنت نمیفهمه داری با حرف میجنگی یا چاقو. اون فقط واکنش نشون میده. علیه خودش. زندگی انقدر کوتاهه که نباید برای بحث‌ها خرجش کنی. آرامش را انتخاب کن. لبخند بزن. حتی اگر طرف مقابل فریاد میزند. تو برای سلامتیت بجنگ، نه برای حرفت و اثبات آن.